بهت قول میدم سیب زمینی و یه بار این مدلی درست کنی دیگه نمیتونی بیخیالش بشی، به قدری که ترد و خوشمزه است. Nennt du Pasta? McDonald'dayım ben. Ne de Türkçeler müsabakalarında seçildi. برای درست کردنش سیب زمینی‌های آب پز شده رو با گوشت خوب له می‌کنیم و نشاسته ذرت و ادویه‌ای که تو کپشن نوشتم و بهش اضافه می‌کنیم و با دستمون خوب ورز میدیم تا خمیر یک نواختی به دست بیاد. خمیرمون که آماده شد به مدت چند دقیقه می‌ذاریمش داخل فریزر و در نهایت از فریزر درش میاریم و مثل فیلم به کمک یه دونه نایلون تمیز از خمیرمون باز می‌کنیم و داخل روغن داغ شده سرخش می‌کنیم. مثل همیشه تمام نکات و اندازه دقیق موادم تو کپشن براتون نوشتم. حتما یه بار امتحانش کنید. مطمئنم پشیمون نمیشید. نوش جونتون.